رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز محترم، فهم قرآن بشیوه آسان در جلسه پنجم شما را خوش آمدید میگویم. الله جل وعلا شانه این نشستای ما شما را خاطر رضای خود بگردانه و به خیر مرتب فرماید. پیش از اینکه ما شما درس را بخوانیم یک ارزیابی مختصر و عابر درس گذشته را می داشته باشیم. دیروز چی درس ما چی بود مولانا صاحب؟ درس ما دانی بود که از چی تعاون و همکاری خاصه از چی رقم افراد بخونیم. نه کدام آیات را خوانده بودیم؟ این صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دی تعاون و همکاری است یا هدایت است؟ هدایت. هدایت. ماشاءالله ماشاءالله. از جاده نبرآمده به هر حال، یعنی گپ چی صحیح بود ماشاءالله. خو در قواعد چی خوانده بودیم استاد؟ از اسم مذکر چه اسم چیزی میذاریم؟ مؤنث. ماشاءالله جزاک الله. چی قسم میسازیم مغاسب محترم؟ یه غاسب برآمده. خود دیگه کسی میفهمه؟ مهربانی. از اسم مذکر مؤنث ساختنش با تای مدوره است، وسیله جمعش با الف تا. تای مدوره نه از شما فقط. خب مثلا مسلمون دیره مدوره میتیم مسلمتون میشه. خیلی. اگر الف لام گد کنیم مسلمتون میشه، تنوین از بین میره. باز اگر دیره جمع بسازیم با الف تا، تای مدورهش از بین میره، الف تا اضافه میشه. الف و تا اضافه میشه. چی جور میشه از اون؟ باز مسلمات. مسلماتون. ماشاءالله. وظیفه که داده بودم به شما که خانه میکردین او را کی انجام داده؟ اجی صاحب شما کتابچه دارین؟ مهربانی. ماشاءالله. اسم مذکر، اسم مؤنث، جمع مؤنث. مفلحون، مفلحتون، مفلحاتون. ماشاءالله. مصلحون، مصلحتون، مصلحاتون. اسمون، اسمتون، اسماتون. چی؟ اسمون؟ کر. سمون، بکمون. اسم شخصی. نه این که در قرآن استعمال شده باشه. سمون، بکمون. این از این باب نیست. از این باب بله. حکیم نیست. ابکمتون. نه این مطابق این قاعده نیست. کافرون، کافرتون، کافراتون. صادقون، صادقتون، صادقاتون. صالحون، صالحتون، صالحاتون. ماشاءالله. مطهرون، مطهرتون، مطهراتون. ان شاء الله. جزاك الله خير. نه بس تشکر. جزاكم الله خير. ان شاء الله ما و شما امروز در درس خود آذان و معنا و مفهوم آذان، پیام آذان ایرا ان شاء الله با هم میخوانیم و در این درس ما و شما 13 کلمه جدید را یاد میگیریم که از 4000 بار بیشتر در قرآن کریم استعمال شده. ولی پیش از این انشاءالله ما و شما اذان را میشنویم. أشهد أن لا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. عزیزان گرامی، اذان یکی از شعائر اسلام هست. اذان در حقیقت اعلان بزرگی و عظمت و کبریایی الله رب العالمین هست. الله اکبر، الله اکبر. این اعلان است بخاطر دعوت که مردم مسلمانا به طرف مسجد بیاین به خاطر عبادت. الله اکبر، الله اکبر. ترجمه و مفاهیمی را انشاءالله ما شما میخوانیم. الله لفظ مبارک و عظیم و اسم نهایت گرامی و بابرکت را ما شما خواندیم. ترجمه و مفهومی او ترجمه نمیشه، ای خو اسم ذات هست. او ذاتی که متصف به تمام صفات کمال هست. او ذاتی که واجب الوجود است و او عظیم و بابرکت ذاتی که منزه از تمام نواقص و کمیها هست. الله، الله اکبر. اکبر، اکبر معنی کبیر معنی بزرگ و اکبر معنی بزرگتر، از همه بزرگ. مثل که ما و شما کبیرم داریم، اکبرم داریم. مثل که صغیر
اصغر، جمیل اجمل، حسین احسن، فقیر افقر. امی قسم الله اکبر، کبیر بزرگ، و اکبر بزرگتر. الله اکبر در قرآن کریم کبیرم آمده و اکبر هم آمده. قسمی که شما ملاحظه میکنید که اکبر از 23 بار آمده و کبیر 39 بار آمده. الله اکبر. الله اکبر این اعلان بزرگی الله رب العالمین است که الله رب العالمین عظیم است، بزرگ هست. در دنیا چیزی که هست و کسی که هست با او مقایسه نمیشه، زیرا که ما سوای الله رب العالمین همه مخلوق هست و مخلوق به خالق قابل مقایسه نیست. الله اکبر. عزیزان گرامی، این کلمه این اساس تربیت یک مؤمن هست تاکہ عظمت و کبریایی و بزرگی و جلال الله رب العالمین در قلب جای نگیره. بی انسان در هر لحظه یک چیز کبیر معلوم میشه، اکبر معلوم میشه، در حالی که اصغر هست. گاهی با انسان این چوکی بسیار کبیر معلوم میشه، کی بسیار بزرگ اسی را از دست نده. گاهی در خود بزرگمینی مبتلا میشه، خودش برش بزرگ معلوم میشه. گاهی یک کلان برش کلان معلوم میشه. گاهی یکی از مخلوقات بزرگ را میبینه با تصور کوچک و خرد خود تصور میکنه که کبیر و اکبر هست. طور نیست. الله اکبر، الله اکبر. و ما شما میدانیم که فقط در اذان نیست کلمه. در این دنیا که ما و شما آمدیم اولین چیزی که نیتاً گوش ما و شما به او و تماس شده و همی کلمه شده و امام صاحب یا مؤذن صاحب در گوش ما و شما همی کبریایی و عظمت الله رب العالمین را اعلان کرده، او را جای بجای کرده. الله اکبر. اذان و اقامت را شنیدیم. و باز در نماز یک بار نی در تکبیراتی که برای انتقال هست از یک رکن به رکن دیگه اونجا میگم الله، با امی الله اکبر داخل نماز میشیم، با رکوع با الله اکبر میریم، با سجده با الله اکبر گفتن میریم. وقتی که ذبح میکنیم اونجا میگم بسم الله الله اکبر، بسم الله الله اکبر. و در ایام تشریق مسلسل تکبیرات میگویم تاکه هر کوچه و هر شهر و هر ده هر بازار به اعلان عظمت و کبریایی الله رب العالمین آشنا شود. الله اکبر. مجاهدین که در صف قتال فی سبیل الله استاد میشه الله اکبر میگه. الله اکبر. با امی خاطر مسلمان با الله اکبر آشنایی داره و ای کبریایی و عظمت در دل او جای گرفته، لیکن گاهی مفاهیم ازیادش میره. بسیار چیزای خرد برش بزرگ معلوم میشه، بسیار شخصیت های خرد برش بزرگ معلوم میشه و باز بزرگی اونا را آنقدر ایرا به خود میگیره که بس ای فراموشش میشه. بعضی قوتا به او بزرگ معلوم میشه، میگه فلان سوپر پاور است. چی سوپر پاور است؟ الله اکبر. ما شما عرض کردیم که اساس تربیه اسلامی امی است که در اینجا در قلب بزرگی الله رب العالمین جاگزین شود. کار و پول و مقام و منصب و کل چیزا خرد است. وقتی که الله اکبر گفتی در مقابله او تمامی چیزا خرد است، اصغر هست.
الله اکبر. فلهذا عزیزان گرامی ما و شما با مخلوقات روبرو میشیم و مؤذن صاحب با ما در هر نماز میگه که الله اکبر، از لسپیکر اعلان میکنه الله اکبر. متوجه باشین اکبر او ذات هست. الله اکبر. الله جل و علا شانه د چی بزرگ است؟ بزرگی الله رب العالمین در قوت، در توان، در طاقت، در شان الاعلى است، العظیم هست، الکبیر هست و در هر صفت، در عفو، در گذر رحمان و رحیم را ما و شما خواندیم، در مهربانی به مخلوق، شفقت، در همه صفات الله اکبر هست. الله اکبر هست. ما و شما عزیزان گرامی به هر اندازه که علم را بیشتر به دست بیاریم، علم دین و بعد از او علم طبیعت، با امو اندازه بعضی کلمه را که ادا میکنیم از عمق قلب ادا میشه. الله اکبر، الله اکبر. و باز به انسان معلوم میشه که تصور ما که میکردیم در مورد پروردگار خود از بسیار عظیم است پروردگار ما. الله اکبر. کسی که با علوم ساینسی سر و کار داره، با علم تجربه و خصوصا در این عصر پیشرفت و تکنولوژی با همو اندازه با عظمت الله رب العالمین پای میبره و میبینه این کائنات که مسلسل در وسعت هست، مسلسل. والسماء بنیناها بأید و انا لموسعون. وسعت هست. از احاطه دید انسان که به هر اندازه وسائل دوربین را پیدا کنه باز همی بیرون هست، نمیتانه. این کره ارضی نتوانسته که ای را هنوز احتوا بکنه، بسیار جای مانده. در قرآن کریم خو از سد ذوالقرنین صحبت شده، هیچ کس تبال پیدا نکرده که کجا هست و چقدر چیزا هست در زمین. انسان به یک طیاره گم میشه او را پیدا کرده نمیتونه، امرای رئیس جمهور گم میشه او را پیدا کرده نمیتونه. انسان خرد است. انسان بسیار زیاد در کبر و غرور مبتلا نشوه و حد خود را باید بشناسه، حد خود را باید بشناسه. الله اکبر. عزیزان گرامی آل موضوعی است. این درس ما و شما خود طبیعی است که جنبه عملی بیشتر داره. ما به زبان اعلان کردیم و از زبان مؤذن صاحب هم شنیدیم که الله اکبر، لیکن نماز صبح را نخواندیم. مؤذن صاحب گفته که الله اکبر، لیکن بسیاری مردم میگه که نه، این خواسته نفس ما اکبر است، این را باید چی کنیم؟ این را پورا کنیم. و بعضی مادران میگه که بچه تا 2 بجه خواب بیدار مانده، این را بیدار نکنیم، این طور بانه. این را نمیگه که چرا بیدار مانده تا 2 بجه، این پرسان نمیکنه. میگه نه، بانش جوان است که خوابش پورا شد، خوابش پورا شد. کجا شد او تربیه؟ کجا شد؟ تو خو آل شنیدی و آل گفتی که الله اکبر و مسلسل میگویی و در هر لحظه امتحان است که تو الله اکبر را به معنای واقعی اکبر میدانی یا ایرم توتیگونه میخوانی. این مجلس شما اکبر است یا اونجا که امام صاحب منتظر است که جماعت برپا میشه او اکبر است. در هر روز ما و شما با این ازمایش روبرو میشیم، هر روز، هر لحظه. و ما تجربه میشیم که آیا به معنای واقعی ما به کبریایی و عظمت الله رب العالمین پی بردیم یا نبردیم. به معنای واقعی این جای گرفته
ای عظمت و ای کبریایی یا خیر. الله اکبر. و در نماز صبح خو عملا ما و شما میبینیم امام صاحب استاد است، یک 5-6 ریز سفید پشت سرشان استاد است، او تک 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 کرده و آمده و جوانه قرار خواب است. و اگر نه جوانه اگر به مسجد بیاید کلشان، این تمام مساجد ما کسی پر میشه، جای پیدا نمیشه به این مساجد. فهمیدین؟ در نماز جمعه میآید، در نماز جمعه شما میبینید که در سرکا ایستاد است. ای در دیگه اوقات خم نمرده این مردم، کلشان زنده هستند. چرا مسجد خالی هست؟ نامدن و نمیآیند. خواب اینا پورا نمیشه، خوابشان پورا نمیشه. الله اکبر. عزیزان گرامی، به این خاطر ما و شما باید به شنیدن این کلمه و این جمله ما و شما باید فکر بکنیم و دعام بکنیم که یا الله یا رب ذوالجلال به ما این توفیق عطا فرما که در زندگی که داریم تا که زنده هستیم تو را اکبر بدانیم. این خواهشات نفس اکبر نشود، یک شخص دیگه اکبر نشود پیش ما، یک چند وسائل و امکانات چشم ما را خیره نکنه و ما را فریب نده و به ذهن ما قبضه نکنه و سلطه نداشته باشه، او که اکبر نشود. الله اکبر. الله اکبر است. عزیزان گرامی، الله اکبر این کلمه هست که ما و شما تا که زنده هستیم بامی جمله هستیم. از مؤذن صاحب در اذان هم میشنویم، در اقامت هم میشنویم، در تکبیرات که انتقال میشیم منتقل میشیم به ارکان نماز، و در وقت ذبح و قربانی میشنویم، و در وقت جهاد فی سبیل الله هم میشنویم، و در وقت ایام تشریق هم، و وقتی که از این دنیا رخصت میشیم و اخیری کلمات نمیست. امام صاحب میگه اخیری تکبیر بالایش خوان، الله اکبر به شروع میکنه و به الله اکبر ختم میکنه. فهمیدین؟ فلهذا عزیزان گرامی، این کلمات اذان را ما و شما امیطور مثل که به این حال عادت شدیم، از این عادت باید برایم. مؤذن صاحب اذان میته و مجالس روان است، این اهتمام نداره که به او جواب بگوید. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده که به مؤذن جواب بگوید. قولوا كما يقول او مثل ما يقول المؤذن. امو کلمات را بگوین که مؤذن او را میگوید. بسیاری مجالس همی قسم است، بسیاری مجالس. فلهذا الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر چی معنی؟ بزرگتر است، یعنی که از همه بزرگ است. از همه بزرگ. همه در همه کل چیزا می آید. این طور نباشه که بعض اوقات بعضی کارهای ما بزرگتر شود. بسیار اوقات ما شما می بینیم که بعضی کارهای بسیار خرد و ریزه و اندک کسی خو به زبان نمی گوید، به زبان به می زبان، لیکن به زبان حال خود امیر می گوید که ولی این دیگه چیز بزرگ است، بسیار مهم است و بزرگ است. بعد از او مؤذن صاحب می گوید اشهد ان لا اله الا الله. همه تان بگوین به این خاطر که اشهد ان لا اله نخوان، اشهد ان لا اله، اشهد ان و این لا که است اشهد الله نیست، اشهد ان لا اله الا الله. انشاءالله اذان خو همه شما گفتین کدام وقت. در جوانه کسی هست که اذان صبح را گفته باشه؟ اذان صبح. صبح
یک چند تا پیدا میشه ماشاءالله. ما اصلا یک چند همیشه باید اذان اینطور نیست که میگه هر مسلمان باید این چیزای بدیهی هست. کلمه، اذان، اقامت، نماز جنازه، این کل چیز است که هر مسلمان ایراد داشته باشه. این طور نباشه که کدام جای مولا صاحب نیست و یک مسلمان بدون جنازه تدفین شود. و این طور نگوی که صاحب ما پرکتسش نداریم. پرکتس بکنین. تدفین شد صاحب ما پرکتس. یک کسی بود مولوی صاحب قصه میکرد که ما در جنازه استاد شدیم، یک پتلون والا او طرف استاد بود. ما برش گفتیم که نماز جنازه است، گفت وضو نداریم. ما برش گفتیم که تیمم بکو، گفت که پرکتسش نداریم. پرکتسش چرا نداری؟ پرکتس نداریم. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد معنی من گواهی میدهم. ای بس اشارات می آیا اشهد من گواهی میدهم. شهادت، شهید، عینی شاهد، ای شهادت و گواهی به زبان ما و شما استفاده میشه. اشهد ان معنیش است این بر این که اینجا کلمات میایه به شما این معلوم میشه که بسیار کثیر الاستعمال است. ان این و این همیدی بسیار زیاد استعمال میشه. این امروز ما شما یاد میگیریم و این در قرآن کریم بسیار زیاد است که امی معنی را داره. ما گواهی میدهم بر این که لا را خودتان ترجمه کنین. نیست. اله معبود. تفصیلی اله میایه انشاءالله. جمع اله چیست؟ آلهه. اله هم در قرآن استعمال شده و آلهه هم استعمال شده. الا الله، الا بجز یا مگر. الله الله بجز از الله جل وعلا شانه اله نیست. من گواهی میدهم. شما ترجمه کنین اشهدو میدهم ان لا اله الا الله، جز از الله. این ترجمه. عزیزان گرامی، ما خدمت شما عرض کرده بودیم که چند اصطلاحات قرآنی هست که در نتیجه فهمی اصطلاحات فهم کج شده رفته. از او جمله ما در مورد رب گفتیم، در مورد عبادت هم گفتیم. دین میایه و امروز اله است. مختصرا به شما بگویم اله هر ذات را که شما اله میدانین دو سه مفهوم موجود است. اله او ذات است که او مستحق عبادت و پرستش است. یعنی وقتی که انسان باورش بیاید که ما به او سجده بکنیم، به او خم شویم، بنام او قربانی بکنیم، این معنی دو موجود هست. معنی دوم ذاتی که ضرورتها و نیازهای مخلوق را برآورده می‌سازد. او ذاتی که ضروریات و حاجیات مخلوقات را پورا میکنه، او اله است. و او ذاتی که حکمش پذیرفته میشه و مطاع است. الله جل وعلا شانه به این معانی سیگانه که او ذاتی هست که فقط مستحق پرستش است. هیچ کس و هیچ چیز سزاوار و مستحق این نیست که ما پرستش او را بکنیم، به او رکوع بکنیم، به او سجده بکنیم، از او بطلبیم. هیچ ذات نیست که او ضروریات ما و شما را پورا کرده بتوانه.
بجز از الله جل وعلا شان و هیچ ذات نیست که او مطاع باشه. مطاع با امی سه معنی و مفهوم فقط و فقط ما و شما یک اله داریم، الله. پس بجز از او این سر باید پیش هیچ کس و پیش هیچ چیز خم نشود. بجز از او ما در مورد هیچ کس و هیچ چیز معتقد نباشیم که او ضرورت ما را پورا میکنه، هر قدر که کلان باشه. شما آلی گفتن که الله اکبر و هیچ کس و هیچ چیزی نیست که حکم او و فرمان او نافذ باشه. بعضی مردم بزور یک کفار بزور بالای مردم فرامین خود نافذ میکنه، لیکن فرمان الله رب العالمین این نافذ است. لیکن فرامین الله رب العالمین دو قسم است، یک فرامین تشریعی هست و یک فرامین تکوینی هست. در فرامین تشریعی انسان اختیار داره. الله رب العالمین امر فرموده که نماز شام را بخوانید، انسان اختیار داره که میخوانه یا آزادی داره، باز محاسبه میشه. یک فرامین تکوینی هست، الله رب العالمین خواسته که قدم امی قدر باشه. شما یک 10 سانتی ده اضافه کرده نمیتونه. الله رب العالمین خواسته که بینی ما به امی شکل باشه که داده، هر قدر که کوشش بکنیم بس تقسیم شده امی هست تا که هستیم، گوش ما به امی شکل باشه. کافرترین انسان هم در این مورد تسلیم است. این طاغیترین انسان بروی زمین که نتنیاهو و این برادرش بدبخت جو بایدن اینا مطیع فرمان است، وگرنه بد قواره بدشان خود تغییر بده داده میتانه. الله رب العالمین که فیصله کرده که بامی روز اینا مردار میشه، کل وسائل و امکانات را روی دست بگیره، زنده مانده نمیره. این فرامین تکوینی هست. الله رب العالمین با این اساس خوب در تمام چیزا مطاع است، حکمش نافذ است. اما در فرامین تشریعی اختیار است و امی اختیار در حقیقت امو ابتلا و ازمایش است که در روز آخرت به اون نتیجه مرتب میشه. به یک مجموعه به دست راست عمل نامه داده میشه و به یک مجموعه به دست چپ. یک مجموعه اصحاب الیمین است و یک مجموعه اصحاب الشمال است. الله رب العالمین ما و شما را از اصحاب الیمین بگردان. عزیزان گرامی، پس مشکل در کجا هست که مردم ایران نفهمیده که اله چی هست. به این خاطر بعض مردم نفهمیده و ناخود آگاه و غیر شعوری میرن به بعضی مخلوق به دربار بعضی مخلوقات هم میرن، فکر میکنه که ولای هم ضرورت ما را پورا میکنه و مریض ما را جور میکنه. به بارگاه بعض انسانا میرا سر خود را اونجا پایان میمانه و چی میکنه. این غلط است. اگر مسلمانی کار میکنه باید اونا را بفهمانیم. اونا را چی کنیم؟ تاپا نزنیم. مردم تاپم داره، تاپا میزن مشرک کافر، مشرک کافر. او را بفهمانیم، او نمیفهمه. ای بی بیجی که میگوی یا غوث العظم برسی و زغاله ما را بکشی، او نمیفهمه. او میتور شنیده بیچاره نمیفهمه. و غوث العظم کی هست و زغاله کدامیه که شما را بکشه؟ او نمیفهمه. او را تاپا نزنین، او را بفهمانین. ایرا ما به این خاطر میویم که بعضی مردم از امی عقیده چی جور کرده؟ به شکم هر کس میزنه. به شکم عقیده زده نمیشه، فهمانده میشه مردم. فهمیدین؟ یکی از اشکالات عظیم این امت امی است. مردم نمیفهمه، دیگرا سری اونا تاپا میزنه. او را بفهمانه.
از استاد غزالی صاحب کسی پرسان کرده که کندیوال ما نماز نمیخوانه حکمش چی است؟ او در این انتظار بود که بگوه که کافر است. برش گفت که عزیزم حکمش ای است که از دستش بگیر به مسجد ببر. حکمش ای است که از دست او را بگیر و کجا ببر؟ که نماز بخوانه دیگه. او منتظر بود که این کدام ٹاپه میزنه. این ٹاپه بسیار زیاد شده ٹاپه ها. از این ٹاپه های امت سخت رنج دیده. او پایینم میگفت لا اله الا الله و بالام میگفت که بسم الله الله اکبر. هری عالم بذبح شرعی او را ذبح میکرد. لا اله الا الله ماذا تفعل بلا اله الا الله؟ بی لا اله الا الله چی میکنی؟ اسامه ابن زید رضی الله عنه که یک کسی کشته بود. او گفته بود یا رسول الله یالی که زیر شمشیر ما آمده. گفت و هلا شققت عن قلبه، دل او را پاره کرده بودی. و ماذا تفعل بلا اله الا الله؟ عزیزان گرامی به این خاطر میگویم که یکی از مصیبت های بزرگی که ما و شما در او مبتلا شدیم امی هست، سرعت در فتوا. دادای محترم، برادرای عزیز، از این گواهی و شهادت یک معنای عام هست که خلاصه خدمت شما تقدیم میکنیم و یک مفهوم اصطلاحی است. شهادت حق یک فریضه هست. ما وقتی که میگویم اشهد ان لا اله الا الله، ای به این معنی هست که ما بقول و بعمل، بزبان و بسلوک ای گواهی میدهیم. فقط زبانی نه. ما اگر در دفتر هستیم، اگر در بازار هستیم، در خانه هستیم، در معامله با مردم هستیم، ما قولا و عملا گواهی میدهیم که به الله رب العالمین از همه مخلوقات بیشتر محبت داریم. رحمان و رحیم است. و یک مفهوم است که برای غرس کردن نیاز داره. محبت الله رب العالمین را در قلوب جاگزین کردن یکی از ضروریات این معتقد هست. ما درست است از گرفت الله رب العالمین از قهاریت و جباریتش میترسیم، لیکن با محبت داریم. رب و پروردگار ما است. تمام ضروریات ما را رفع فرموده و ضروریات را پورا میکنه. ما فقط الله رب العالمین را با عنوان خالق و مالک و رب و حاکم خود قبول داریم. ببینین مادامی که او خالق هست، کسی که یک چیز را خلق کرده امو سزاوار است که مالک باشه. خلقت از او باشه و دعوا کسی دیگری بکنه که ما مالک هستیم، این دعوا صحیح است. بسیار مردم این دعوی دار هستند. و وقتی که خلقت از آنی او هست و مالک او هست، امو سزاوار است که حاکم باشه. خالق او است، مالک او است و قانون از کسی دیگری باشه، هیچ جور نمی آیا. حاکم هم او است و نه که حاکم او است فقط او است. فقط ما به اشهد ان لا اله الا الله اقرار میکنیم که فقط الله رب العالمین را ما پرستش و عبادت میکنیم. فقط از او، مثل که ما شما در معنی اله فهمیدیم، نیازهای خود را به او عرض میکنیم، ضروریات خود را همو میرسه و رسیدگی کرده میتونه. و ما وقتی که اشهد ان لا اله الا الله را اقرار میکنیم و مؤذن به ما تذکیر میدهد در هر نماز، ما به این باور و به این عقیده هستیم که فقط و فقط مطاع امو هست. در مقابل او امر هر کس که قرار بگیره او را قبول نداریم. از او ما تمرد میکنیم، به این ما مأمور هستیم و این را در لا اله الا الله گفتیم. اگر ما معنای اله را بفهمیم، این معنی را میفهمیم.
در مقابل او سبحانه و تعالی امر هر کس کی قرار بگیره، هر کس کائنا من کان، ما او را رد میکنیم، او را باطل میدانیم، او را ناحق میدانیم. ای در معنای لا اله. به این معنی عزیزان گرامی که ما من بعد اشهد ان لا اله الا الله که میگوییم فهمیده بگوییم و این رموز را باید بفهمیم و امی تربیت اسلامی هست. تربیت اسلامی خود چیز دیگری نیست. عزیزان گرامی، ما و شما یک مفهوم دیگه که او شهادت حق از فریضه شهادت حق. فریضه شهادت حق است عزیزان گرامی که الله جل و علا شانه ای امت را بعد از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم یک فریضه بزرگ سپرده که او ادا کردن فریضه شهادت حق است. در چندین آیات الله رب العالمین فرموده: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. شما ای فریضه را انجام بدین. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. عزیزان گرامی، ای فریضه شهادت حق چی هست؟ بسیار مختصر خدمت شما عرض بکنیم که ای امت آخرین امت است، مثل که به جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سلسله نبوت خاتمه یافت، به ای امت امومت ختم شد، بعد از این امت نیست. فلهذا ای امت مکلف هست که او تعلیماتی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم داده و بعد از تشریف بردن خود ای دین و شریعت و ای نظام را عملا من حیث نظام زندگی قائم کرده، هر مسلمان مثل که به نماز خواندن مکلف است، به امی هم مکلف است که به زبان و به عمل گواهی دهد که امی دین بر حق است. و به زبان خود باید بگوید، لیکن در عمل چطور گواهی بده؟ شخص خود گواه باشه، بایی خانهش گواهی دهد، امو محله که زندگی میکنه گواهی دهد که ها این محله اسلامی هست، از لحاظ اخلاق، از لحاظ امانتداری، از لحاظ شفقت و ترحم، از لحاظ پاکی، از لحاظ پیشرفت، از لحاظ در تمام ابعاد ای گواهی بده. اینه که مسلمان را کسی ببینه و بگوید که ای خشره پشره می مسلمان است. شما جامعه پانتون خود را به پانتون دیگر مقایسه کنی، از او برتر باشه. مکتب خود را به دیگران مقایسه کنی، از او برتر باشه. تاجر خود را به دیگران مقایسه کنی، از او دیانتتر و صادقتر باشه. محله و شهر و شهروالی خود را مقایسه کنی به دیگر که از اونا پاکتر باشه. این طور نی، به زبان فقط نی، به زبان، به قلم، یعنی هر وسیله ممکنه که انسان داره و مکلف است که ای گواهی و ای شهادت را بدهد، زیرا که لتکونوا شهداء علی الناس که فردا روز پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالای شما شهید و گواه پیش میشه. لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، که اونا ای طور نشوه که به طرف حوض کوثر روان باشیم و بگوی که نه اینا رفته نمیتانه، اینا ای گواهی را ندادن، اینا ندادن ای گواهی، اصلا غافل بودن.
و شما میفهمین عزیزانم وقتی که یهود نتوانستند کی گواهی را بتن عملا بلکه کتمان کردن، الله رب العالمین در حق اونا یک فیصله فرمود که ظالم ترین هستن اونها. و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله. از او ظالم تر نیست که الله رب العالمین به کسی یک امانت سپرده و او را پنهان بکنه، او را پنهان بکنه، کتمان بکنه دو. عزیزان گرامی، ما این آیت را که میخوانیم سخت میترسیم که من حیث افراد و من حیث امت ما با مو سرنوشت دوچار نشویم که یهود دوچار شده بودن. الله رب العالمین این تاج امامت را چرا از اونا گرفتن؟ به خاطر که اونا نتوانستن که گواهی بدن و این امت به این خاطر برپا شده بود. آل من حیث امت ما و شما میبینیم که چند فیصد ما و شما این گواهی میدیم که شخص یک مسلمان که از دور دیده شوه و او کسی که او را میبینه و مطمئن باشه که از دست و از زبان و از تمام شری ما محفوظ است. آیا این طور هست؟ مسلمان از مسلمان میترسه، مسلمان دیده شوه و او امی تمثیل بکنه امی دین را. امی دین خوی طور پنهان نیست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم همواره من حیث قائد و رهبری حکومت اسلامی را تمثیل کرده و افراد صحابه کرام من حیث جامعه تمثیل کردن. پرت و پنهان خو هیچ چیز نیست. ای که ما و شما خود این طرف و طرف میزنیم این دیگه گپ است، هر چیز واضح است. ای است عزیزان گرامی شهادت حق و دا اشهد ان لا اله الا الله و دا اشهد ان محمد رسول الله امی گواهی هست. فقط اینی که مثل که عروسی میشه اشهد و شاهدی میتیم نبا چی؟ از برای خدا نه بروی ریا و اشهد و گواهی. ما و شما امیر یاد گرفتیم. از کجا آمدی؟ شهر عدن. چی آوردی؟ حکم اصل وکالت یه است عزیزانم. هر یکی امت هر فرد وکیل هست. بیگم ای خو آیه صریح قرآن است لتكونوا شهداء على الناس. كل قرآن توضیح ای است. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اصلا به دیگرها برپا شده بودین که در بین خود چی هستین؟ مصروف هستین. این کار نبود، اصلا کار شما این نبود، به دیگرها برپا شده بودین. و قرآن عظیم الشان باز این جنگ های ذات البینی را یکی از عذاب ها تصویر کرده. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. و یکی از عذاب های الهی است که شما را گروه بسازه، تقسیم بکنه. این میگوه که فلان زنده باد و اینا میگوه که فلان زنده باد. ما شما خو یک رهبر داریم که اشتباه نداره و محمد رسول الله صلی الله علیه و یک مختصر منهج داریم به حق دلبند و راه مصطفی رو اتومات به جنت میری. یس کجا کشیدین که به مسائل فروعیم شما اختلاف بکنین و بایم اختلاف بکنین که مرده میشنوه و مرده نمیشنوه و کلوخ چند کنجه باشه سر چند کنجه باشه کلوخ. یس کجا آمده این مسائل؟ بسیاری امت بزرگ بود عزیزانم. و به خاطر چی بزرگ؟ به خاطر ادا کردن گواهی اشهد ان لا اله الا الله. این موضوع عادی نیست. چون میگویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات این خو امی مشکلات است که تو در هر لحظه در مقابله هستی، در ستیز هستی. و مردم چی میگوید؟ اگر این دنیا به تو نمیسازه تو به اینا بساز. این شعار غلط است.
اگر مردم به تو نمیسازه تو به اینا مبارزه کو بستیز به حکمت. ای عزیزان گرامی این موضوع دوم در شهادت بود. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ترجمه کنین خودتان. گواهی میدهم. ان شما ان رم بر این کی ترجمه کردین و ان هم یک ترجمه را مردم غلط میکنه، ای را بیشک ترجمه میکنه و این هست. فهمیدین؟ اشهد ان ما گواهی میدهم بر این که محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ان ای چار لفظ است. ان ان و ان معنیش است بر این کی. این معنیش است اگر و این معنیش است بیشک. شما میبینین ان در قرآن کریم از 500 بار بیشتر آمده، 571 بار و هر جایش معنی است. این کی ان یه 300 بار بیشتر آمده، این معنیش است بر این کی. این تقریبا یعنی 700 بار چیزی کم آمده. معنی این است اگرچه. ما شما میگویم ان شاء الله، چی معنی؟ اگر. این به این خاطر جملات نوشته شده که از یاد ما شما نرواد. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله ان شاء الله. این بس کجا آمده؟ ان الله مع الصابرین. ان الله این معنی بیشک. فهمیدین؟ اشهد ما گواهی میدهم ان چی معنی؟ بر این کی محمد صلی الله علیه و سلم. محمد از حمد گرفته شده، یعنی او شخصیت عظیم و بزرگوار، او شخصیت عظیمی که در این دنیا از همه بیشتر حمد و ستایش شده. نعتهای در حق جنابشان خوانده شده، قصیده ها سروده شده و این شخصیت عظیم و بزرگوار هست که ما و شما افتخار امتی بودنش داریم و سخت امید داریم که انشاءالله از سفارش و شفاعتش انشاءالله ما هم برخوردار شویم انشاءالله. الله رب العالمین از شفاعت جنابشان همه ما و شما را و عزیزان و والدین ما را محروم نگرداند. عزیزان گرامی، این نام عجیب هست و به زبان عبدالمطلب میتر آمده و کعبه برده بود او طرف که میامد چی نام گذاشتی؟ محمد، در حالی که این نام اصلا رواج نبود در عرب. برای اولین بار به انسان بزرگ نهاده شده، گویا که ملهم بود در این مورد عبدالمطلب. شما عزیزان گرامی بینین از جاکارتا که اذانا شروع میشه و همیطور میآیه به جزیره های سنگاپور و همیطور به جزیره های هند و پاس که به المغرب العربی میشه و باز به جاکارتا میآیه. این امت بزرگ رسول الله صلی الله علیه وسلم، 2 میلیارد انسان در شب و روز یک لحظه هم نمیگذره مگر این نام مبارک یاد میشه به نام الله رب العالمین. یک جای در اذان یاد میشه، بس روز کی چشه و باز از اینجا شروع میشه و هر لحظه یک جای اذان هست، یک جای اقامت هست. قرآن کریم خو فرموده به می خاطر ای حبیب صلی الله علیه و سلم و رفعنا لك ذکرک.
ذکر تو را بلند ساختیم. عزیزان گرامی، این نور و این چیزی که از خیر و برکت و از نور و روشنی میبینین به برکت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. او شاعر میگوید که ما نمیدانیم که ما ان مدحت محمدا بقصیدتی ولكن مدحت قصیدتی بمحمد. ما نتوانستیم که نعت او را بیان کرده بتوانیم، بلکه ما خو به ذکر کم ما قصیده خود را زیبا ساختیم، شعر خود را زیبا ساختیم. محمدا اشهد ان محمدا رسول الله. رسول و رسول، رسول مفرد است و رسول جمع است. در قرآن کریم آمده، یعنی کدام مثال گفته میتونین؟ محمد و رسول یا ایها الرسول است. تلك الرسل و رسول است، الرسول است، یا ایها الرسول هست، چون که بلغ است، نه بلغو خو نیست. زیاد آمده، 300 بار بیشتر آمده. رسول یعنی فرستاده، قاصد، کسی که یک پیام را میگیره و میرسانه. رسول محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، اسمی که دیروزم گفتیم در اخیری سلسله مبارک آمده، خاتم النبیین است. اشهد، ترجمه کنین، ان محمدا رسول الله، رسول الله. خو از این گواهی عزیزان گرامی، امو بزبان و بعمل در هر جای که باشیم، در مارکیت، در بازار، در دفتر، در صنف، در هر جای که باشیم، ما عملا و قولا گواهی دهیم که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از همه مخلوقات بیشتر دوست داریم، حتی از پدر و مادر. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. حضرت عمر رضی الله عنه یه حدیث شنید و گفت که یا رسول الله، از همه مردم برای ما محبوب تر است، مگر نفس ما کمی به ما چی معلوم میشه؟ برش گفت که لا یا عمر، آنن گفت که یا رسول الله از جانم تو برای ما محبوب تر هستی. باز برش فرمود که الان یا آل گپ جور شد عمر. فهمیدین؟ ما به اشهد ان گفتن همینطور سرسری تیر نشویم، می گواهی میدهیم. ما گواهی میدهیم که تعلیماتی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده او را بدون چون و چرا میپذیریم. ایرا نمیگویم که پدر ما اینطور گفته و کلان ما اینطور گفته، ای قوم و قبیله ما این میگوی. در حدیث خولای سخت است چطور کنیم؟ نه، او گپا نیست. او گپا لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. معیار است، معیار. بس فرموده او که آمد، به دیگران میگویم که معذرت میخوایم، فرموده پیغمبر ما آمد صلی الله علیه و سلم. فهمیدین؟ ما به این گواهی میدهیم که ما فرموده های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را و تعلیمات جنابشان را ما به ایمان و باور داریم که در خیر دنیا و آخرت ما نهفته است و کامیابی دنیا و آخرت ما در همین تعلیمات است. اشهد ان محمد رسول الله. و برای اطاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پیروی امی کفایت میکنه که از جنابشان ثابت شود. عقل ما میپذیره یا نه، عقل خود را او طرف میگذاریم در وقت فرموده جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. و هیچ چیز نیست که در تعلیمات جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه
و او به ترازوی عقل برابر نباشه، این ممکن نیست. فهمیدین؟ و معیار پسند و ناپسند ما جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. فهمیدین؟ ای است و ای ایمان هست. ای ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضی چی ایراداره که انسان باز معیتش در جنت برش حاصل شوه و جام کوثر به او نصیب شوه، لیکن که او را در نظر نمیگیره و امی طور پیش میره، ای نمیشه. در دل مسلم مقام مصطفی است، آبروی ما زنام مصطفی است صلی الله علیه و سلم. فهمیدین؟ با امی خاطر است که در امت یک مثال نی، 10 مثال نی، 100 مثال نی، هزارها مثال است که به این نام مبارک قربانی و فدا شده. در هندوستان اینجا یک کسی بود، یک هندوی کلان بود، چی بود، از حکومت دارا بود، در ساحه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم یک بار بیادبی کرده، سخت گفته، دروغ گفته. و مسلمانان خود عالم مسلمانای هند از 200 میلیون بیشتر است، لیکن بس سکھ و هندو و مسلمان بس برابر هیچ. او وقت مسلمانان منتظر بود که کسی پیدا شد و به این دو جواب بگوید، خو هیچ کس پیدا نشد. اونجا یک قصاب بود، نامش علم الدین بود. نامش چی بود؟ این قصاب دیگه خو هیچ کسی پیدا نشد. یک روز گفت که والله خو نمیشه، امو چی خود خوب تیز کرد، امو کلان چی است؟ و در کمین نشست. خو وقتی که از موتر پایین شد او را زد و کشت. این هندو را دید که دیگه بعض مسلمانا از وکلای مدافع کلان ای بندی شد و محکوم به اعدام شد. به ای آمده و به ای گفته که شما علم الدین خانی طور بگویی که والا مغز ما کار نکرد. در ای وقت کمی دیوانه رقم شده بودیم سبی که ما از تو دفاع میکنیم. ای برش گفت که در کل زندگی ما همی یک کار به هوش و حواس کردیم. در زندگیم کدام کاری که کردیم همی کار است. حالا شما مرا میگوی که مغز ما سم صحیح کار کرد، همی کار از کردن بود. یعنی اینطور داها مثال است عزیزان گرامی، صدها. به امی خاطر هست عزیزان گرامی که ما پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم امی محبت را داریم و اشهد و چیزی را که او پسند کرده مو پسند ما. اشهد ان محمد الرسول. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة. حی معنا بیا. علا خو ما شما دیروز معنیش کرده بودیم بر، لیکن بس پسند یک چند درس بعد می آیا که در بعض اوقات به تغییر بعد از حرف جر چیزی که می آیا معنا تغییر می خوره. مثلا بس پسندم می آیا ما شما در سوره کوثر می خوانیم فصلی لربک. چی معنا فصلی؟ نماز بخوان. لیکن صلی علی محمد چی معنا؟ اونجا هم صلی است و اونجا هم. فهمیدی؟ این تغییر می آیا. این ما شما را می فهمانیم انشاءالله. بسوی الصلاة، صلاة جمعش صلوات هست. در قرآن کریم اردو آمده و از 80 بار بیشتر آمده. صلات هم آمده و صلوات هم آمده. و الصلاة مراد اینجا امو نماز است که او را ما شما میفهمیم که به تکبیر آغاز میشه و به تسلیم خاتمه مییابه. حی علی الصلاة. حی چی معنی؟ علا اینجا باز بسوی. الفلاح، فلاح معنی کامیابی. فلاح در زبان ما شما استفاده میشه. فلاح دارین، فلاح آخرت، فلاح چی؟ حی علی الصلاة، حی علی الفلاح. عزیزان گرامی شما این جدیدین که مؤذن صاحب نگفته بعد اشهد ان محمد رسول الله نگفته که صلو نمازتان ادا کنید، بلکه فرموده که نماز را به جماعت همراه مسلمان ادا کنید.
حیا بیاین. هر جا که هستین اونجا نه، به نماز خواندن مساجد جور شده. اگر کسی عذر نداره، خطر یا کدام مشکلی دیگه، با او اصلا درست نیست که در خانه خود باشه نماز بخونه. او بیاید حیا. مؤذن صاحب شما را دعوت داده، 5 وقت دعوت میدهد. حی علی الصلاة، بیاین که نماز اقامه شوه. و در ای اقامه کردن هر نوع کامیابی هست. حی علی الصلاة، حی علی الفلاح. شما ببینین یکی از امی فواید و کامیابی های آنی که به نماز گذار چی میشه؟ آیات جدید قرآن را میخوانه. قاری محترم ربما یود الذین کفروا لو خوانده رفت و میتور نمازگزارا را به خود گرفته رفت. و باز در رکعت دوم سبحان الذی اسری، یعنی ایمان تجدید میشه. ایمان تجدید میشه و انسان هر آیه جدیدی را که از دهان امام صاحب میخوانه ده او هدایت و پیام جدید هست. فهمیدین؟ اگر در خانه بخوانه هیچ به تدبر نمیتانه. شما میبینین که بعض مؤذن بعد از شنیدن اذان یا پیش از او مسلمان وضو میگیره، طهارت میکنه، یک نشاط به او حاصل میشه. نشاط چقدر غیر مسلمین را ما شما میبینیم آنقدر پرفیوم و عطر را استعمال میکنه، لیکن بعضم بدنش بدبو داره به خاطری که بینماز هستن. فهمیدین؟ بعض شما میبینین که به مسجد میآیا و بعض از یک رکن به دیگر رکن چی میشه. یک دکتر صاحب اینجا، دکتر صاحب مسلمان از متخصص ارتوپدی، او گفت اگر مسلمانه این رکوع را صحیح بکنه، رکوع یعنی که چی را خم نکنه و امی چی که هستی بالکل چی باشه، میگه بسیار کم پیدا میشه که از این تکلیف برش پیدا شد. خو رکوع ما چی قسم است؟ امی قسم با شارتکت از اینجا امی درست نه. اول خو نیمه مقوس امی قسم و بعد از بالام نمیشه، از اینجا باز چی میشه. خو نماز پیش امام که میخوانی حداقل رکوع و سجده خو باز معلوم میشه. فهمیدین؟ بعد از شما ببینید عزیزان گرامی که نماز به ما و شما تعلیم میدهد که انسان مسلمان یک انسان منظم هست، کل کارش منظم است. این طور نه که هر وقت هر کار بکنه. نماز خفتن را علی خوانده نمیتانیم، وقت داخل نشده. ان الصلاة کانت کتابا موقوتا. این طور نه که یک بارگی بخوانیم خود اخلاص کنیم بخیر بریم، نه، تنظیم. باز به مسلمان این را نشان میدهد که چه قسم او پابند قمنده باشه، پابند اوامر باشه، تا که امام صاحب نگفته که سمع الله لمن حمده، قرار کلشان در چی هست؟ در رکوع هست. فهمیدی؟ مسلمان یک شخص منظم هست، یک امت منظم هست. این گډوډي نمیفهم که از کجا آمده. اینجا یک استاد بود گفت که ما در بعضی مجالس ما مکلف بودیم که سر نصاب کار بکنیم. میگه خو 8 بجه که وقت تعیین میشد ما با مو 8 بجه مو خودم میرساندیم. میگه یک روز اندیوالای مرا گفت چی انگریز از خود جور کردی اینطور با سر وقت میایی. یعنی نشانه و علامه انگریز شده از برای خدا. جای تأسف است. یعنی بجایی که او را تشویق میکرد و خود را ملامت میکرد، در صنف ما می قسم است. بعضی مردم از این شابازگاڑی جور کرده، یک 10 دقیقه بعد می آیا، یک 15 دقیقه بعد می آیا، مثل که اینجا حلوا تقسیم میشه. و برادر بوقت 4:30 بجه، یعنی 4:30 بجه. ما خو یک روزم ندیدیم که همه شما با وقت آمده باشیم. خدا کنه که یک روز خوی را ببینیم، یک روزم ندیدیم. و یک حاجی صاحب نو داخل شده، همین نو داخل شده، توکل به خدا. باز در مسجد که میرم عزیزان گرامی، حاجی صاحب هست، همسایه هست، به او سلام، به شرطی که نمازگزاره جنگی نباشه. اینجا مصیبتی است، نمازگزاره بین خود جنگی است. این یک گروپ است، او دیگه گروپ است، او پشت سر دیگه گروپ است.
نه على قلب رجل واحد باشه. وی مکلفیت امام صاحب است. امام صاحب قوم را به جنگ نندازه که کار ما جور است. اونا را یک جای بکنه به تعلیمات دین. فهمیدین؟ پس با بسیار محبت و مهر از یک از دیگه پرسان میکنه خیریتی است، دیروز نبودی، کجا رفته بودین، کدام از حال احوال، از خویشی، از زمین خوشی ها خبر میشه. خدا نخواسته اگر کسی فوت شده باشه از او خبر میشه. این کل مسجد خو مرکز است. فهمیدین؟ این فواید است و در نتیجه او چی هست بالاخره؟ یک جامعه توانا و مستحکم و صحتمند به وجود می آید. و مثل که اسلام میخواه که یک فرد توانا و صحتمند باشه، همی قسم جامعه صحتمند میخواه. جامعه مریض که یک پشت دیگر را گرفته او بالا میشه و دیگر کش میکنه، کجا میری؟ فهمیدی؟ این جامعه مریض است. علاج بکار است. علاج در شفاخانه شریعت اسلامی کلی مردم بستر شوه. با چی قدر وقت؟ حالی نگوی که 19 روز 19 روز خود چی هست؟ این بستر شوه و خود را علاج کنه. مثل که یک شخص توانا مطلوب است. المؤمن القوی خیر و احب الى الله. امی قسم جامعه توانا و صحتمند مطلوب است، زیرا که اسلام را خود جامعه تمثیل میکنه. فهمیدن؟ این برادرای عزیز چی هست؟ و کلانترین فلاح و کامیابی خب بروز قیامت انشاءالله و در قبر فورا اول ما يحاسب به العبد الصلاة. اولین حساب به نماز میشه. و شما ببینیم چند فیصد مردم مسلمان نماز میخوانه. اول خب 50% جمعه خوان است و جمعه میآید دیگه نماز هیچ نمیبینی. بعض یک چند فیصد اخترگل است او در جمعه نمیآید، فقط در عید میآید. یک چند دجی صاحبه بیچاره ټیکای چی را گرفته، اونم در خانه تنگ میشه. چی کنه؟ تقاعد شده چی شده دیگه اطفال تنگ میکنه و بدگمانی نمیکنیم. خود دیدیم یعنی بعضی چی را. فهمیدین؟ یعنی مسجد خوی قسم نبود. این چی قسم شد این مسجد؟ یعنی کلش از اذان گرفته تا این کل چی هست عزیزان گرامی؟ خب بعد از این یک موضوع مؤذن صاحب 2 بار میگوید که حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اصل قضیه در چی است عزیزان گرامی؟ خصوصا در همین نمازهای عصر زیاد سستی میشه. دکاندار میگوید که اخیرین وقت است همی چند نفر مشتریم که بیا کار ما جور است که مسجد که رفتیم چی میشه و دکان که بسته کردیم مشتری را چی میکنیم؟ از دست میتیم. او کسی که در چی مصروف است در ورزش میگه نماز از پسند میبینیم بخیر. کسی که در دفتر است میگه اخیرین همی چی را جمع کنیم، دفتر خود جمع کنیم کارا خراب میشه. میبینی که اونا فکر میکنه که کامیابی ما در امی دکان است، در امی دفتر است، نمیره به مسجد. مؤذن صاحب میگوید که شما را کسی غلط فهمانده. حی علی الفلاح بین به طرف کامیابی اینجا هست. دکان شما، تجارت شما، معلمی شما، دفتر شما امو وقت جور میشه که به این مسجد بیاین. فهمیدین؟ شما نمیفهمیم که ممکن در نتیجه آمدن شما بدون زحمت الله رب العالمین او چیز به شما عطا کنه که به همین تکلیف به شما نمید. حی علی باز میگوید که حی علی الفلاح، شما براه معکوس روان هستین. فلاح اینجاست و شما اونجا میپالین در دیگه جای پیدا میکنین، پیدا نمیشه. فلاح اینجا هست. با این خاطر 2 بار مؤذن صاحب باز در اخیر میگوید که حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. و باز در اخیر باز میگوید که امو کلماتی که در اول تکرار کرده بود الله اکبر، الله اکبر، در اخیر میگوید که لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله آمده. الله اکبرم اونجا آمده.
مؤذن صاحب چرا در اخیر باز تکرار میکنه؟ به این خاطر تکرار میکنه که ببینین بعد از این اذان اگر این معانی و مفاهیم شما را به خود نگرفت و این عظمت اونجا جای نگرفت و بازم نآمدین، تصور نکنین که در عظمت و بزرگی و پادشاهی الله رب العالمین کدام کمی میانی. الله اکبر. کل شما اگر بیاین هم در پادشاهی او چیز اضافه نمیشه، اگر یک تانم نبیاین در پادشاهی او چیز کم نمیشه. لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على أطهر قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. همه شما انس و جن شما از اول تا به آخر شما بیاین و پاکترین مخلوق شوین، قلب هایتان پاکترین شوه، ای در پاچه ما یک ذرم اضافه نمیکنه. لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. اگر فاجر ترین شوین کل شما و جنیاتم در پاچه ما کم نمیکنه. باز می فرمایا حدیث قدسی هست انما هي اعمالكم احصيها لكم. ای اعمالش است به شما ما ای را حساب گیری میکنیم. ثم اوفیها ایاکم و باز پورا مطابق امی به شما بدله میدم. فمن وجد خیرا فلیحمد الله. کسی که در او روز باز خیر را دید، جنت برش حاصل شد، شکر الله رب العالمین را بجای بیاره. ومن وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسه. و اگر کسی خیر را ندید و رفت به طرف جهنم والعیاذ بالله فلا یلومن الا نفسه. هیچ کسی دیگر را بجز از نفس خود ملامت نکنه، خود را ملامت کنه. فهمیدین؟ ولی خب پیش مردم معیارا مختل شده و بسیار نصیحتی پدرانه میکنه. برادر بگو مولا سختی ازی آینده طفلت جور کو، آینده شا جور کو. نصیحتی پدرانه میکنه. آینده او چی است؟ آینده او خو آخرت است. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تو بایی چند روز آینده میگوی؟ خو تا 30 سال خو مصروف درس و تعلیم و چی هست، از 30 سال بعد که کار شروع میکنه خو 1-10 سال کار میکنه، 40-45 که صد شکر، فشار، مصیبتا در آلی خو بس 25 سالم گرفتار شکر و فشار است. ای را آینده میگوین شما؟ او خوب در دنیا به قهر خدا گرفتار است. فهمیده؟ شما آینده را چطور ای را آینده میگوین؟ خود راه گذر هستیم. آینده ما آخرت هست، آخرت هست. ای اذان است عزیزان گرامی. بعد از این قواعد چی هست، لیکن از این پیش TPI را تکرار کنین. ماشاءالله ای را یاد گرفتین. ماشاءالله نه خوب استین. ماشاءالله اجی سلیم مونجا ششته. ماشاءالله. عزیزان گرامی، ما گفته بودیم که کل عربی در امی 3 نوع یعنی محصور است. کلمات یا اسم است یا فعل است و یا حرف است. اسم را ما شما خواندیم، یادش بخیر و یاد کسی مانده؟ الحمدلله. نه کاری خانگی میکنی ترخونه است الحمدلله. و حرف را ما شما خواندیم، عفوا حرف را فقط تعریف را خواندیم که اسم و فعل را یک جای میکنه. و تعریف فعل را چی کرده بودیم؟ که او کلمه که از او شدن یا کردن یک کار معلوم شد و دو یک زمانم باشه. ما شما عزیزان گرامی امروز 3 حرف را میخوانیم، یعنی چیزی که اسم و فعل نیست و چی هست؟ حرف است.
این 3 حرف را ما و شما میخوانیم. یک لی است، لی معنی است برای، یک من است معنیش است، و یک عن است. این از معنی داره و درباره هم معنی داره. او نظر به جمله باز شما او را ترجمه میکنین. مثال لی مثلا لله الحمد خواندیم ما شما. مثال من الشیطان. مثال عن کس خونده میتن؟ عن یا مثلا رضی الله عنه. فهمیدین؟ خب موضوع دیگه ای است که لی و من و عن ایره اگر شما به این ضمائر متصل باید شما است. ای چی است؟ ای هو است یا چی است؟ هو. و ای عزیزان گرامی، علم میگوید طب که تنفس عمیق ای وسیله رفع خستگی میشه. وقتی که شما از لحاظ بدنی و جسمی خسته اگر گاهی دیده باشین همینطور غیر ارادی چی میکنیم؟ نه ایرا ما چی میگویم؟ شخی تنفس است، در حقیقت شخی کشیدن. و میگویه که این تمام سیستم ها امو در کامپیوتر که امو ریفرش است، نه امو چی یک کماند است. امی قسم سیستم ها را تازگی میبخشه، به خصوص جهاز تنفسی. فهمیدین؟ و میگوین که گرفتگی بدن را رفع میکنه، آرامش بخش است همین تنفس. گاهی ما شما به این وقت پیدا نمیکنیم، این بسیار مفید است. و میگوین که در تدبر و در فکر کردن بسیار کارا هست، مفید واقع میشه و فرحت بخشم هست. فلهذا اصل قضیه در چی هست؟ موضوع ای است عزیزان گرامی که این تنفس عمیق در حقیقت او حجرات بدن ما که در دورترین نقطه قرار داره به او اکسیژن میرسانه. فهمیدی؟ و در نتیجه امو اکسیژن و تفعیل میشه، تنشیط میشه، و در نتیجه امی تنشیط ای کل کارهای دیگه به وجود میآید. این کار را عادت بگیریم ما شما و در وقت خستگی از این استفاده کنیم. عزیزان گرامی، ما شما الحمدلله درس 5 را تکمیل کردیم. از الله رب العالمین دعا میکنیم که با ما شما فهم قرآن را و عمل به قرآن عظیم الشان و رساندن پیام قرآن به ما آسان بگردانه و توفیق نصیب فرماید.